بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب اضرار الحزبیه علی الامه الاسلامیه، یعنی ضررهای حزبگرایی بر سر امت اسلامیه، از آن شیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله حق سبحانه و تعالی این شخصی بزرگ را محافظت کند. ما انشاءالله خطبه شیخ خواندیم در درس گذشته و حالا باشد درسی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ حفظه الله تعالی چنین می‌فرماید: و ان من ابغض سنن الجاهلیه و ابشع سنن الجاهلیه لهی هذه الحزبیه. نعم، یعنی واقعا از همه بدترین راه و روش جاهلیه، ما گفتیم که سنن گفته یعنی راه و روش و عرف و عادت میگویند. الجاهلیه مردمی را میگویند که پیش از اسلام چنین عرف و عادت ها داشتند. شیخ میفرماید و از همه بدترین مبغوضترین سنت جاهلیت و از همه ناخوشترین و ناگوارترین راه و روش جاهلیت واقعا همین حزبگرایی است. کدام حزبی که نباشد، اساسا خواه حزب نهضت باشد، خواه تحریر باشد، خواه یعنی که جماعی تبلیغ باشد، نه، خواه تکفیر باشد و خواه بیعت باشد. فقد احیوا بها سنت الجاهلیه. واقعا این اشخاص حزبگرا واقعا یعنی که انا مردمی جاهل این سنتی یا که گویم این حزب چیکار کردن؟ همچون سنتی جاهلیت احیا کردن، یعنی به سبب حزبگرایی حزبی ها راه و روش و عرف و عادت جاهلیت احیا کردن. الحزبیه سنة جاهلیه ابلیسیه. شیخ می فرماید که حزبگرایی این سنت جاهلیت و ابلیسی است، یعنی این یک سنت است که این سنت به دوران جاهلیت نسبت داده می شود و این سنت است که این را به شیطان، به ابلیس نسبت داده می شود. چرا؟ و اول حزبی هو ابلیس. و اولین حزبگرا و اولین مؤسسی حزب که مسلمان ها را گویم مؤمن ها را جدا کرد، پراکنده کرد، این ابلیس است. بنابراین اولین مؤسس حزب وقتی که بیند از نام اسلام کسی حزب را تشکیل کند که این باعث پراکندگی مسلمان ها هست، دونید که این از پی شیطان رفته شده است. زیرا که و اول حزبی هو ابلیس، اولین حزبگرا این ابلیس است. علیه لعائن الله، لعنتای الله به این ابلیس باد که این سببگار شد، این یعنی که مؤسس شد، این مردم فریب کرد، به فریفتی این که مردم حزبگرا و دیگه اهل بدعت و اهل خرافات و شرک و هکذا دست دادند. قال الله سبحانه و تعالی فی کتابه الکریم. الله سبحانه و تعالی در کتاب کریمش چنین می‌فرماید: و اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. و اذ قال ربك للملائكة، و بیاد آر هنگامی که پروردگار تو برای فرشتگان گفت
چی گفت؟ اینی خالق بشرا، من بشر را آفرنده ام، من بشر می آفرم. مراد از بشر انسانا، یعنی انسان می آفرم. از چی می آفرم؟ من صلصال، صلصال طین یابس لم تمسه النار تسمع له صلصلة اذا نقر. یعنی صلصال گفته گیلی خشک را می نامند، لایه را می گویند که وی خشک است و به او آتش رسیدگی نیست. هنگامی که در اون گیلی خشک شده، خاک شده زده شود، آواز را شنیده می شود، صدا می برآورد. از چنین گیلی خشک شده من انسان را می آفرم. اون گیلی خشک شده صلصال از چی است؟ من حمأ مسنوع. حمأ گفته الطین الاسود، گیلی سیاه را می گویند، لای سیاه. مسنون گفته متغیر، دیگرگون شده، پخته، دیگرگون شدگی است. از همون انسان می آفرم گفت. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنگامی که من وی را چکا کردم؟ سویتو اتممته، به اتمام رسانیدم، او را آفریده شدم. و نفخت فیه من روحی، و هنگامی که از روحی، از ارواحایی که در نزد من هست در وی دمیدم اون روح را. فقعوا له ساجدین، ای فخروا، همه در پیش او به سجده افتیدن. همه فرشتگان برای الله چیکار کردن؟ یعنی برای خاطر اطاعت از فرمان الله سبحانه و تعالی آدم را سجده کردند. فسجد الملائکه كلهم اجمعون. همه فرشتگان بدون استثناء چیکار کردند؟ سجده کردند. الا ابلیس، بجز ابلیس. نگاه کنید، در میان فرشتگان این هم یعنی مدعی آن بود که دعوای آن داشت که مؤمن است، در قطار مؤمن ها بود. چیکار کرد؟ همه به سجده افتیدن، همه به سجده فرآمدن الا ابلیس، این خودش جدا کرد. چیکار کرد؟ ابا، ای امتنع، خودداری کرد، سجده نکرد. ان یکون مع الساجدین، نخواست که همراه سجده کنندگان باشد. اینا در سوره حجر آیت 23 تا آیت 28 تا 31 خبر میدن. قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. الله سبحانه و تعالی فرمود، چخیلی که در سوره صاد آیت 75 تا 76 میفرماید. قال، گفت الله، یا ابلیس، ای ابلیس، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. تو را چی مانع شده است؟ تو را چی وادار کرده است که آنی را که من به دستان خود آفریدم سجده بکنی؟ یعنی از سجده کردنی آن مخلوقی را که من با دستان خود آفریدم چی مانع شد که تو سجده نکردی؟ در اینجا دستان یعنی که صیغه تثنیه آمده است، شکل دوگانه آمده است. یدانی حقیقیتان، دو دستی حقیقی، ثابتتان لله تعالی، برای الله سبحانه و تعالی ثابت است. الله دارای دو دست است، کما یلیق به تعالی، چه خیلی که به الله تعالی لایق است. اما بعضی کسانی که خودشون به مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه نسبت میدهند ولی مخالف هستند در عقیده، میگویند که الله دست ندارد. الله دارد دست، الله دست دارد. بنابراین بعضی بیسواداش دست الله را به قدرت الله چیکار میکنند؟ تفسیر میکنند. این خطای بزرگ است. این عقیده اهل سنت و جماعت نیست. این عقیده چهار مذهب نیست. نعم. و خلق آدم بهما، بر همین دو دستش الله سبحانه و تعالی آدم آفرید. این یک شأن و شرف است برای آدم علیه السلام. گفت الله سبحانه و تعالی یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ای ابلیس،
چرا تو سجده نکردی آن را که من به دستانم آفریدم؟ استکبرت ای اعرض لك التکبر والاستنکاف، به تو آیا یگون کبر پیدا شد، سرپیچی پیدا شد؟ ام کنت من العالین، یا که من المترفعین، یا که تو از زمره برتران هستی؟ اینقدر یعنی که تو یعنی که رتبه بلند داری که از فرمان من سرپیچی میکنی؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از او بهترم گفت، ای انا افضل منه گفت، من از او بهترم گفت، تو مرا از آتش آفریدی و آن را از گل آفریدی. نگاه کنید، دیدید که الله سبحانه و تعالی ما و شما را در این آیت هشداری می‌دهد که نباید که انسان به حزب خود افتخار کند و از صف مسلمان ها برآمده یگان برنامه را تشکیل دهد که باعث پراکندگی ملت اسلام می‌شود. شیخ صاحب کتاب می‌فرماید فابان ابلیس ان الذي حمله على الكفر بالله كفر الاباء والاستكبار، یعنی ابلیس اظهار کرد. چرا اظهار کرد؟ همون چیزی که وی را وادار کرد که به الله کافر شد. این کفر چی میگن؟ کفر ابا میگن، کفر کبر میگن. یعنی این کفر به الله از چی پیدا شد؟ از کفر ابا، یعنی خودداری کردن، سرپیچی کردن از امر پروردگار، کبر ورزیدن. هو تحزبه، این را چی میگوین؟ حزبگرایی شیطان میگوین. و تعصبه لجنسه، این تعصبگرایی ابلیس است به جنس خود. من از آتش هستم گفت، من بهترم از گل گفت. جنسی من از جنسی، یعنی که از آن جنسی که تو از وی آدم را آفریدی بهتر است گفت. چی گفت؟ گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. دیدید در برابری الله سبحانه و تعالی این سرپیچی را دیدید. بنابراین تمامی اصحاب حزب و این حزبگرایی ها را اگر به ایشان صحبت کنید چنین یعنی سرپیچی را میبینید. این در سرایت کرد از اونها. فهمیدید؟ شما قال الله و قال رسول الله میگوین و یا دیگر چیز میگوین. شیطان چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش آفریدی و ای را از گل آفریدی گفت. سوره صاد آیه 76. و ان المتدبر، شیخ میفرماید و ان المتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى لا يرى ان امما هلكوا بسبب التحزب لقومهم ولأحبارهم ولرهبانهم. نعم. وإن المتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، واقعا کسی که نسبت کلام الله سبحانه و تعالی اندیشه کند، کسی کلام الله را خواند، قرآن خواند، ولی متاسفانه این حزبی ها از کتاب الله دورند. اینها فقط باید که کتابای ایرانی را خوانند، کتابای شیعه را خوانند و اندک وقت یابند اگر چیکار میکنند؟ یعنی قانون آموزی میکنند. به مقصدی چی قانون آموزی میکنند؟ به مقصدی آن که به مقابل حکومت خیستند، به مقابل حکومت برخیستند و چیکار کنند که در راهبریت یگون عیب و نقصان یابند و اول در بین حزبی های خودشان پهن کنند این عیبه، بعد از آن چیکار کنند؟ خلق مقابل راهبریت برخیزانند. ولی متاسفانه اینا از کتاب الله دورن اخی. بنابراین شیخ میفرماد که ان المتدبر لكلام الله سبحانه و تعالی، واقعا کسی که نسبت کلام الله اندیشه کند، کتاب خواند، فکر کند، ملاحظه کند، حتما میبیند اون امتانی که هلاک گشتند الله سبحانه و تعالی ایشان به هلاکت آورد، هلاک شدنشان به سبب حزبگراییشان بود. نسبتی قومی خودشان حزبگرایی میکردند، نسبتی احبارهم یعنی دانشمندان یهود احبار میگویند.
فهمیده؟ یعنی طرفداری جانبداری رهبرهای خودشان کردن، علمای ضلالتشان کردن. ولی رهبانهم حزبگرایی کردن برای ای عباد النصارى عابدان نصرانی را رهبان میگویند. بنابراین بارک الله فیکم یکی از رهبرهای اینها این حزبگرایی ها را اگر یک تاشون اپوشش گپ زنه دیگر اینها عصبی میشوند. اگر یعنی که همینی را اپوشش گپ زنه اینها دیوانه میشوند بسیارش. چونکه همینی را برای خودشون رهبر امام میدانند. و همچنین دیگر گمراهایی که مثال گیریم رهبرهایی که ایشان گمراه هستند یا که علمای گمراه هستند با مانند قرضاوی و دیگر. حتى ادى بهم ذلك التحزب والتعصب الى عبادة من تحزبوا وتعصبوا له. تا اون اندازه را اینا جانبداری قوم خود محلگرا شدند، جانبداری احبار یعنی علمای خودشون شدند و جانبداری عالم ها و عابد های خودشون شدند که این کار ایشان یعنی همین حزبگرایی این تعصبگرایی ایشان آورده یا که برده رسانید به عبادتی کسی که برایشان حزب تشکیل کرد و عبادتی کسی که برای خاطر او چیکار کردن؟ جان سپاری کردن، جانشون قربان کردن، تعصبگرایی کردن، عصبی میشن. فهمیده؟ یعنی که میدونید که مثال گیریم انا جشن میگیرن چه خیلی مثال گیریم مرده هاشونه راهبرایشون که مردگی هست صورتش مانده جشن میگیرن چه خیلی که در ایران میبینید، در شیعه ها در رافضی ها میبینید. كما اخبر سبحانه وتعالى عن اليهود فحصل بذلك التحزب والتعصب تقديس لغير الله سبحانه وتعالى. چنانه که الله سبحانه و تعالی در مورد یهودی ها خبر میدهد. چه که الله سبحانه و تعالی خبر داده است در این مسئله که فحصل بذلك التحزب والتعصب تقديس لغير الله سبحانه و تعالی. پشتی همین حزبگرایی تعصبگرایی یعنی مقدس دانستن غیر الله به وجود آمد، یعنی غیر الله را مقدس میدانند، عالی میدانند. وقتی که شما قال الله میگوید و قال همینی میگوید، فهمیده؟ تا اون اندازه را وقتی که شما از الله سبحانه و تعالی یگان آیت پیشنهاد میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از نام پیغمبر یگان حدیث شما ذکر میکنه، حدیث صحیحه، ایشان چی میشوند؟ تعصب میشوند، تیار هستند مقابلیت نشون دهند. الله عز و جل میفرماید قال الله عز و جل اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یعنی یهودی ها علمای یهود شونه و نصرانی ها عابدهای نصرانی را چی گرفتند؟ اربابا من دون الله، پروردگار گرفتند، خدا گرفتند، من دون الله بجز الله. چه خیل خدا گرفتن وایها را، چه خیل پروردگار خیش گرفتن، زیرا اینکه ایشان اطاعوهم فی اوامرهم و نواهیهم، در امر و نهیشان وایها را اطاعت کردند، در امر و نهیشان وایها را اطاعت کردند. نگاه کنید علما وقتی که امر میفرمایند باید که امر ایشان به امر الله و پیغمبر موافقت کنند. عابدها وقتی که یگون امر میفرمایند باید که امرشون به امر الله و پیغمبر موافقت کنند، مخالف نباشد. وقتی که از یگون کار این عالم ها و این عابدها چه من میکنند باید که این من کردشون طبق نشانداد الله و پیغمبر باشد. ولی متاسفانه این حزبی ها را بینید به یک کاری امر میکنند که امرشون مخالف امر الله و پیغمبر است، از یک کاری من میکنند که همین من کردهشون مخالف من کرده الله و مخالف امر کرده پیغمبر یا که من کرده پیغمبرش می باشد. فهمیده؟ بنابراین کدام انسانی که عالم ها را، ملا ها را، عابد ها را یعنی در امر و نهی که
مخالف امر نهی الله و پیغمبر باشه اطاعت کند، این هم به مثال آن است که با جز الله و اینها را خدا گرفتند. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهود و نصرانی ها دانشمندان خود و علما و عابدهای خود ارباب گرفتند، پروردگاران گرفتند، من دون الله و المسیح ابن مریم، یعنی اتخذوها رب، مسیح ابن مریم را یعنی عیسی پسر مریم را همچون پروردگار گرفتند. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، حالان که به ایشان نیز امر فرموده شده بود از جانب الله حق سبحانه و تعالی به طریق پیغمبران باید که ایشان یک تا معبود را عبادت بکنند. امروز ما و شما نیز مأموری همان هستیم که باید که یک تا پروردگار را عبادت کنیم، ولی متاسفانه فرقه ها و این جماعه و حزب ها چیکار کرده؟ مسلمان ها را یعنی که پراکنده کرده، حزب تشکیل کرده، جماعت تشکیل کرده، آهسته آهسته مردم برده به معبودان یعنی که شناس میکنند و عبادت غیر الله را چیکار میکنند؟ پهن کرده ایستادند. خیلی که یهود و نصرانی ها پراکنده شدند به سبب چنین حزبگراییشون. لا اله الا هو، جز الله یگان معبودی بر حق نیست. سبحانه عما یشرکون، الله پاک است، الله پاک است از اون شرکی که مثال گیریم یا که از اون شریک هایی که این یهود و نصرانی ها و پیروان ایشان در برابر الله شرک یا که شریک مقرر میکنند. سوره توبه آیت 31. نه شیخ میفرماید حفظه الله تعالی فالتحزب طاغوت من الطواغیت، فالتحزب طاغوت من الطواغیت، حزبگرایی این طاغوت از طاغوتان است. سبحان الله، نگاه کنید، این عالم اسلام، این محدث بینید میفرماید که حزبگرایی، حزب تشکیل کردن این طاغوت از طاغوتان است. اینها چی میگویند؟ دولت ما میگود به غیر قانونهای الهی حکم کرده ایستادن، اینا طاغوت هم میگود، همه خیلی میگویند، یعنی خودشون حزب تشکیل میکنن، اینها طاغوت نبودین و دولت و دولتدارهایی که دعوای مسلمانی میکنن ماشاءالله یعنی بسیار عملهای خوب دیده ایستادیم، پیشرفت دین و دولت و ملت دیده ایستادیم، ولی اینها باشن چی میگوین؟ اینها طاغوت هم میگوین. بس شما این حزبی که تشکیل کرده در اساس کدام چیز تشکیل کرده؟ در اساس همین دموکرات تشکیل کرده شما، در اساس قرآن و حدیث نه. بس چرا شما طاغوت نبودید و این دولت و دولتدارها طاغوت بودین؟ وانظر الى ما اخبر به سبحانه و تعالی عن قوم نوح علیه الصلاة والسلام. شیخ میفرماید بینگر، به نظر عبرت بینگر اون خبری را که الله سبحانه و تعالی عائد قوم نوح علیه الصلاة والسلام خبر داده است. بخوان کتاب قرآن، خوان بین چی گفته است الله سبحانه و تعالی درباره قوم نوح علیه الصلاة والسلام. وقد دعا قومه 1000 سنة الا 50 عاما. نوح علیه السلام قوم خودش، مردم خودش بجز از 50 سال 1000 سال چیکار کرد؟ دعوت کرد. اینها یک اندک نگذشته چیکار میکنن؟ سراسیمه میشون، چیکار میگن که دولت اسلامی میکنیم. کیره شما به توحید دعوت کردید؟ شما کیره کدام مردم شما به توحید دعوت کردید؟ مگر پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم از حکومت سر کرد؟ حکومت اساسا پیغمبرها را الله سبحانه و تعالی برای حکومت اسلامی تشکیل کردن دعوت فرستانید یا برای توحید؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. نگاه کنید، قسم یار میگوید الله سبحانه و تعالی ما نوح پیغمبر فرستانیدیم به سوی قومش، فلبث فيهم ای مکث فی دعوت قومه، در دعوت قوم خود استاد در میانشان. چقدر استاد؟ 1000 سنه، 1000 سال، الا 50 عام، بجز 50. 950 سال قومش دعوت کرد.
مونده نشد. این حزبی ها مونده شدن. این حزبی ها مونده شدن. فأخذهم الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم فأغرقهم. در آخر قوم نوح طوفان فرا گرفت، آبی بسیار آمده ایشان غرق کرد. و هم ظالمون، ایشان ظالمن، کافر مردن. سوره عنکبوت آیه 14. صاحب کتاب میفرماید و فی هذا الزمن الطويل مع ما أبانه الله سبحانه وتعالى من حكمة نوح وتنوع دعوته لقومه ليلا ونهارا سرا وجهارا وبشتى الأساليب إلا أن قوم نوح لم تسمح لهم العصبية الحزبية باتباع ذلك الحق. شیخ میفرماید و فی هذا الزمن الطويل، در این زمان دراز 950 سال خیلی که الله سبحانه و تعالی خبر داده ایستاده است، روشنی انداخته ایستاده است در کتابی بزرگش چگونه استفاده بردن نوح علیه السلام حکمت را و هر نمودی یعنی دعوت چخیل استفاده بردنش شبانه و روزانه دعوت کرد. 950 سال پوشیده و آشکار با یار و دوست و بیگانه ها چخیل اسلوب با کدام نقد دعوت کردنه و بیشتر الاسالیب تمامی میتودی که دعوت استفاده برد در مدت 950 سال. ولی قوم نوح چیکار کرد؟ عصبیت یعنی حزبگرایی، عصبگرایی ایشان اجازه نداد که از حق پیرو شوند. چخیلی که امروز حزبی ها را حزبشان اجازه نمی بخشد، حزبشان چخیلی که در قلبشان ریشه دوامدگی است اجازه نمی بخشد که از حزب خودشون خلاص کنن، الا اون کسانی که الله بر رحمت خویش نصیب دار کرده باشد. ایشان چیکار میکنن؟ از حزب دست میکشن و کشیده ایستادن ان شاء الله. این قوم نوح پیغمبر بینید بارک الله فیکم 950 سال قومش دعوت میکنه به تمام نمودی دعوت ها. اینا یگون نمودی دعوت استفاده بردگی نیستن، یگون شرط و شرایط دعوت در این حزب ها نیست. یکی از شرط های اساسی داعی باید که علم داشتگی باشه بارک الله فیکم. با کدام چیزی که تو دعوت میکنی باید که تو علم داشته باشی، اما این حزبی ها ندارن بارک الله فیکم. دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی این راهی یگان شخصی حزب تشکیل کننده نیست. دعوت به سوی الله این راهی پیغمبر است و راهی پیروان این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. یکی از شرط های این دعوت این علم است. این حزبی ها بی سوادن، سواد نداره. اگر سواد داشته باشد میگوید که اگر شما حق بودین ما را دانید، به سایت قرضاوی دارید، قرضاوی را میدانیم. قرضاوی یکی از گمراهان است. یکی از شرط های دعوت، اینا خودشون دعوتچی میگیرن و مردم یعنی دعوت کرده ایستادین. این علم است بارک الله فیکم. اینا بی سوادن. الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل هذه سبیلی، این راهی من همین است که ادعو الی الله، من به سوی الله دعوت میکنم. میگوید الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف اینها به سوی الله دعوت نمیکنن بارک الله فیکم. اینها به سوی حکومت تشکیل کردن دعوت میکنن، اینها دعوت میکنن به سوی حزب خودشان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کدام راه دعوت میکرد؟ به سوی چی دعوت میکرد؟ یا که به سوی کی دعوت میکرد؟ الی الله، به سوی الله. معلوم شده است که این اصحاب حزب، این حزبگرایی ها، این حزب ها به سوی الله چرا دعوت نمیکنن؟ معلوم شده است که به الله شناس نیستن. اگر به الله شناس می بودن اینها به سوی الله دعوت میکردن. بس چرا اینها به سوی حزب دعوت میکنن و به سوی الله دعوت نمیکنن؟ آخه علم ندارن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم علم داشت، صحابگانی که پیرو از او بودن علم داشتن، اهل سنت و جماعتی که امروز دعوت به سوی الله و سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنن، به سوی دین اسلام میکنن، اینها علم دارند. آخه بارک الله فیکم اگر بارک الله فیکم اینها یعنی پیرو از حزب شیطان نباشن بارک الله فیکم، خودتان فکر کنید. کتاب شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب که 3 اصل است
مراد از این سه اصل شناختن الله است، شناختن پیغمبر او صلی الله علیه و سلم است و شناختن دین اسلام است. در این یگون نقطه، یگون عباره نیست که ضد حکومت باشد، لیکن از طرف اینها آواز و دروازه است برای خاطر این کتاب و آن کسانی را که دعوت به این کتاب میکنند سلفیشون میگویند و هر خیل بدنام کرده در نزد حکومت چیکار میکنند؟ در نزد یعنی که کارمندان بی خطری سیاه میکنند. ولی الحمدلله این خدمات دولت، این یعنی که کارمندانی که در دولت کار میکنند اینها بی سواد نیستند، اینها احمق نیستند، رنگ بی سوادا. اینها هم همین کتابی سه اصل میخوانند، میبینند که یگان ضدیت نبوده است، فقط تهمت بوده است در حق اهل سنت و جماعت که این حزبی ها پهن میکنند. بارک الله فیکم. برای خاطر آن که شما در راه پیغمبر باشید، شما خدمت پیغمبر یعنی که بجا آورید، باید که شما به سوی الله دعوت کنید و باید که شرط اساسی شما باید این داشته باشید. الله میفرماید که قل هذه سبیلی ادعو الی الله، ای پیغمبر من بگو راه من همین است که من به سوی الله دعوت میکنم. امروز بعضی ملاهای بی سواد هم چیکار میکنن؟ دولت اتهام میکنن که ما را نمیموند دعوت کردن. دعوت به سوی چی کردی که معنات کرده است؟ با یک بی سوادی احمقش گفته است که من گفتم که بیریش ها بزن ها مانند است، من دولت برده یعنی که تعقیب کرد. دیگه دعوت به همین میکنی تو اول مردم به الله شناس کن، به پیغمبر شناس کن، به دین اسلامی واقعی شناس کن. تمام عمرت یعنی که به صدقه و به مال یتیم خوری آواره هستی و امروز میگویی که دولت من منع کرده است. تو هیچ دعوت نیافتی، فقط یعنی که ریش قپیدی. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا، در اساس علم من دعوت میکنم، میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بگو مردم همین طور. و من اتبعنی، کسانی که دعوا میکنن که پیرو از منن، اونها هم نیز در اساس علم دعوت میکنن. و سبحان الله و ما انا من المشرکین. یکم علم است. بارک الله فیکم. نعم، بعد از آن عمل کردن طبق همون علم. بنابراین بارک الله فیکم، نوح علیه السلام تمامی نمود، تمامی اسلوب دعوت کرد، یعنی که استفاده برد به هر نمود و به شب و روز، پوشیده و آشکار. ولی قوم نوح چیکار کردن؟ لم تسمح لهم العصبیة الحزبیه. انا همون حزبگرایی، همون عصبیت، همون محلگرایی، همون یعنی حزبگرایی ایشان اجازه نداد که ایشان پیرو از حق شوند، اون حقی که ارسل الله به رسوله، به همون حق الله پیغمبرش فرستانید. بنابراین از نام پیغمبر گپ بزنید، اما عصبیت حزبی هست که ویرا نمیماند که سخن شما را قبول کنند. و بقوا کما ذکر الله عنهم، در همون حزب خودشان ماندند، جانبدار حق نشدند، پیرو از حق نشدند. چه که الله سبحانه و تعالی در مورد اینها در سوره نوح در آیه 21 تا 23 میفرماید قال نوح گفت. چی گفت؟ ربی، ای پروردگاری من، انهم عصونی، اینها من عاصیگی کرده ایستادند. ای یعنی خالفوا امری و نهی، مخالفی امر و نهی من کرده ایستادند. یعنی این یعنی که این عصبی، این مردمی عصبیت، این مردمی یعنی که بگیم حزبگرا، این اصحاب حزب من امر ما قبول نکرده ایستادند، نهی ما قبول نکرده ایستادند. و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. اینها از پشت یک کسی رفته ایستادند که وای کسی نه مالش دستگیری کرده ایستاده است، نه فرزندش، الا خسارا، بجز هلاک. بنابراین بارک الله فیکم، اینا جانبداری یک اشخاص میشوند که وای نه مالش او را دستگیر کرده میتواند، نه فرزندش، بجز هلاکت. و مکروا مکرا کبارا، خیلی مکر و حیله و نیرنگ ها کرده ایستادند ای پروردگار این قوم، یعنی مکر و حیله بی پایان کرده ایستادند. مکرشون خیلی بزرگ است. میگوید
این پیغمبر دعا کرده ایستاده است. و قالو، در برابر دعوت من اینها یکدیگرشون ستیزه میکنن، یکدیگرشون چنین میگن که لا تذرون آلهتکم، از معبودان خود مبادا دست نکشید. میگویم ای لا تترکوا عبادت آلهتکم، از عبادت این معبودانتان یعنی دست نکشید. بنابراین بارک الله فیکم وقتی که این حزبی ها را نصیحت میکنید که از این بدعت دست کشید، مردم گمراه نکنید، مردم پراکنده نکنید، اینها تیز مجلس های فوری تشکیل میکنند، زورشون نرسد همون علمای گمراه کننده شون فریاد میکنند، مجلس ها تشکیل کرده چیکار میکنند؟ باز هم یعنی از این حزبی خود دست نکشید، حقیقت جانبداری ما هست، ما این خیل هستیم، ما این خیل هستیم. گذشتگانتون چیکار کردند؟ از بازی که شما فرقه ها تشکیل شده در بین امت اسلامیه، ما مسلمان ها چندین زمینه هایی که در زیر تصرف مسلمان ها بودن دست دادیم. از بازی که این حزب و حزبگرایی ها، این جماعه های تکفیر و جماعه های یعنی بیعت و هاکذا دیگر جماعه های گمراه که تشکیل شدن، بارک الله فیکم، والله بالله مسلمان ها یک وجب زمین از دست کافرها نگرفتن. بالعکس هر باری که اینها سر میزنن همین قدرش عذاب و شکنجه و سرزنش در سر مردم مسلمان می آید. همین قدر یعنی که هجومی یعنی که فوری می شود از جانب یهود و نصرانی ها بالای امت اسلام. تاریخ تاجیکستان، جنگ تاجیکستان از یادی ما و شما حال هم برآمدگی نیست. چقدر مسلمان ها یکدیگرش یعنی در فتنه پیچید افتیده، یکدیگرشون رو کشتن. دشمنای خارجی چیکار ها نکردند؟ فرزندی تاجیک، فرزندی مسلمان چقدر یعنی پراکنده شدند و امریکا رفتن و یعنی و دیگر دولت‌های غرب رفتن و ایران رفتن و چقدر فساد شده گشتن. بارک الله فیکم. حالا به خود آمدگی نیستن. اکنون امروز یک دولتی پاره شده، میده شده، غارت کرده شده گیره، یک شخص به فرمان الله حق سبحانه و تعالی، به اجازه الله حق سبحانه و تعالی، به خواست الله حق سبحانه و تعالی یک نفر آمده دولت آباد میکنه و به این روز میرسانند. اینها اکنون میخواهند که دولتی تیاره چیکار کنند؟ با ویران کنند، با کاری کنند که دست سیوم خودشان دست دویم هستند در عداوت نسبت این مسلمان ها و این کشور، با میخواهند که دست سیوم نیز دست زند. بارک الله فیکم. انشاءالله این صحبت ما رو با دوام میدیم. خیلی هم یعنی که این کتاب عالی قدر است. بارک الله فیکم. البته برای شخصانی ظالم، برای شخصانی که عدالت نمیخواهند، این کتاب برایشان سخت میرسد، ولی کسی که حق جو باشد انشاءالله باید که حق جستن در کار، حق یافته قبول کردن در کار است. هر سخنی که ما گفته ایستادیم از هوا نمیگوییم. بارک الله فیکم. از سخنهای الله حق سبحانه و تعالی، از سخنان پیغمبری او صلی الله علیه و علی آله و سلم باشد. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.